برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است. با شما شوکت محمد هستم. میخواهید بدونید که موضوع امروزه ما چی است؟ تماشابینان گرامی، سیاست های اخیر کشور همسایه قرقیزستان به نهایت عجیب و غریب میتابد. جلوگیری از قاچاق بنزین، نظارت شدید سرحدها و بازداشت قاچاقچیان زیاد، فشار بالای تاجران تاجیک در بشکک، بازداشت تاجیکان با اتهام عبور غیرقانونی سرحد و دیگر اقدامات مقام قرقیز که هماهنگ شده به نظر میرسند، میتواند هدف بزرگتر از مشکلات کوچک دو کشور داشته باشد. این احتمال را اقدامات یا برعکس عدم اقدامات برادری بزرگ تقویت بیشتر میدهد. در برنامه امروزه ما هم سر همین مسئله صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، اگر خبرهای چند روز اخیر را پیگیری کرده باشید، پی برده اید که قرقیزها پوستینشان را چپه پوشیده‌اند. از اولی ماه مارت سال جاری قرقیزستان برآوردن مواد نفتی از کشور را برای 6 ماه منع کرد و نظارت سرحدی بین این کشور و تاجیکستان را تشدید بخشید. گفته می شود هدف پیشگیری از قاچاق مال و محصولات به خصوص محصولات نفتی است که قرقیزستان خودش وارد کننده آن می باشد. قاچاق از قرقیزستان یا برعکس به قرقیزستان تنها خاص تاجیکستان نیست. بیشتری قاچاق از قرقیزستان به ازبکستان یا برعکس راست می آید. اما این کشور تنها نظارت سرحد با تاجیکستان را بیشتر کرده است. ببینید، این فرضیه را هم که قاچاق محصولات نفتی بین قرقیزستان و ازبکستان وجود ندارد و هدف قرقیزها هم تنها پیشگیری از قاچاق این نمودی محصولات است، می شود کنار گذاشت. چرا؟ زیرا اگر هدف تنها محصولات نفتی می بود، ضرورت به چنین اقدام وجود نداشت، چون قاچاق محصولات نفتی از قرقیزستان را اساساً شمس الله صاحبوف، مالک شرکت فراز و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان انجام می‌دهد و مقامات قرقیز هم تمام مسیری حرکت کاروانی صاحبوف را به خوبی می‌دانند. کافی است که تنها با یک فرمان این قاچاق بزرگ حجم منع کرده شود. این کار را قرقیزها کرده می‌توانند. اقدامات دیگری مقامات قرقیز هم دلالت به بی‌پایگی این فرضیه می‌کنند. فشار بالای صاحبکاران تاجیک در بشکک توسط تاجران بازار داردای و حداقل بی‌اعتنایی مقامات انتظامی قرقیز به قضیه یکی از مثال‌ها است. تاجران صاحبکاران تاجیک را که به استحصال لباس و صادرات آن به روسیه از قرقیزستان مشغول هستند، میخواهند از این بازار خارج کنند. آنها تهدید به کشته شدن و حتی جایش آید تا مردن لطوکوب میشوند. اما پلیس قرقیزستان به جای به داد آنها رسیدن، برعکس به خود آنها فشار میارند. به خود لطوکوب شدگان، به خود نیم‌مرد شده ها. طبق اطلاع یکی از این صاحبکاران، چند جوان قرقیز آنها را در مسجد مردنیوار لطوکوب نموده طلبی ترک قرقیزستان میکند. دفع شوید از قرقیزستان میگوید. یک نفر تا حدی که شناخته نمیشود لطوکوب میشود و اوباش قرقیز او را به زمین نشانده طلبی عذرخواهی هم میکند و حتی به نوار میبردارد. اما پلیس قرقیز چیکار میکند؟
به جای بازداشت افباشان تاجیکان لطوکوب شده را کشاله کنان پلیس به اداره اش میبرد و تا بگاه آنها را نگاه میدارد. Я лично мне на рынок Мадина, я там стоял, покупал товар. در نزد فروشگاه مدینه وقتی میخواستم خرید کنم دو شخص نامعلوم از پشتم آمده مرا زدند. گفتم بیا یک طرف رویم. تهدید کردند که ما تو را دیگر در اینجا نبینیم. Я отошел, вот говорит, больше чтобы вас здесь не видели. مثال دیگر بازداشت چندین قاچاقبر در سرحد و مصادره اموال آنها توسط مقامات قرقیزستان می باشد. برای مثال رسانه های این کشور از بازداشت 4 ماشین در ناحیه بدکند و 1 ماشین در ناحیه لیلک ولایت بدکند در یک روز سنه 6 مارس با مال محصولات قاچاقی از تاجیکستان خبر می دهند. قبلا از بازداشت 15 ساکن ناحیه جیهونی تاجیکستان در ناحیه لیلک خبرها نشر شده بودند. اگر رسانه ها را پیگیری کرده باشید حتما اینها را خوانده اید. دادگاه شهر قراقل این گروه را موظف به پرداخت $3000 از هر نفر کرد. هر یک نفر باید $3000 به مقامات قرقیزستان بسپارند. بعدا مقامات دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان وارد گفتگو درباره عوض این شهروندان با 9 شهروند بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان شدند. نتیجه این گفتگوها معلوم نیستند. هیچ کس نمیداند که چه شده است. آنچه معلوم است تماشابینان گرامی این است که 15 تاجیک هنوز در بازداشتگاه قرقیزستان بوده، اما طبق اطلاع منبع‌های ما حداقل 3 نفر قرقیزی بازداشت شده در تاجیکستان رها شده به خانه‌هایشان برگشتند. امکان دارد همه آنها آزاد شده باشند. چرا؟ زیرا بعد گفتگوی مقامات دو کشور تظاهرات خویشاوندان قرقیزهای بازداشت شده قطع شد. همه خانه به خانه شدند. متاسفانه این یگانه گذشت و به اعتنایی مقامات تاجیک نسبت شهروندانش نیست. در قضیه صاحبکاران تاجیک در بشکک نیست مقامات تاجیکستان کمترین واکنش به لطوکوب، بازداشت و تأخیر شهروندانش نمی کند. اهمیت داده ایستاده تماشابینان گرامی، وقتی که قرقیزها را مقامات تاجیکستان بازداشت کردند قرقیزها آمدند و گفت و شنید. طبق معلوماتی که ما داریم 3 نفرشان انیق است که آزاد شدند، قرقیزها گرفته رفتند و این احتمال هم وجود دارد که همه بازداشت شده های خود را همه شهروندانی قرقیز که مقامات تاجیکستان بازداشت کردند قرقیزها گرفته رفتند، اما تا مردنی وار لطوکوب می شوند تاجیک ها. تاجران بدرقه می شوند از قرقیزستان. چقدر مشکلی ها پیش آمده است مقامات تاجیکستان یگان پروایی ندارند، گویا اینکه این گونه حادثه روی نداده است. از طرف دیگر ببینید تماشاگران گرامی، وقتی که ما درباره قاچاق محصولات نفتی گپ زدیم، محصولات نفتی را اساساً گفتیم که از قرقیزستان به تاجیکستان شمسالله صاحبوف به طور قاچاق وارد میکند. اما در اصل چرا قرقیزها باید قاچاق بنزین از قرقیزستان به تاجیکستان را منع کنند؟ در اصل قاچاق بنزین از قرقیزستان به ضرر قرقیزها نبوده، در بیشتر حالت به آنها منفعت می‌آورد. بجز این همسایه ها با استفاده از این قاچاق و دست پرتاثیر شمسالله صاحبوف در حکومت مسئله های مرزی را همیشه به نفع خود حل میکردند، یعنی به نفع قرقیزها. گرفتن پیش راه بیزنس شمسالله قرقیزها را از قرطه اساسی در گفت و شنیدهای مرزی محروم میسازد. پس اینجا دانسته می شود مسئله پیش آمده که مهمتر از بحث سرحد است.
حالا تماشابینان عزیز با اجازه شما کمی شرح خواهم داد که از این اقدامات تند قرغزها تاجیکستان چی ضرر می‌بیند. برابری گرفته شدن پیش راه قاچاق مواد سوخت از قرغزستان به تاجیکستان، قیمت مواد سوخت در بازارهای کشور یک باره 10-12% بالا رفت. از رسانه ها خبرها رو خوانده ایستاده اید؟ در پی 10-12% بالا رفتن نرخ مواد سوخت، بنزین، سلرکه، گاز، در پی این قیمت راهکرو هم بالا رفت. در نقلیات شهری خوجند قیمت راهکرو از 1 سومون 20 درم به 1.5 سومون رسانیده شد. نرخ تاکسی ها نیز بالا رفتند. بالاروی قیمت مواد سوخت حتما به نرخ‌های دیگر نیز تاثیر می‌رساند و دور نیست که نرخ تمام محصولات بالا رود. همین طور نه؟ این هم در حالی است که قیمت‌ها در سال گذشته در کشور از 15 تا 40% بالا رفته بودند. قسمت بزرگی از میوه و سبزیجات و خشک میوه صادراتی تاجیکستان توسط قاچاق به قرغزستان وارد و از آنجا به کشورهای دیگری عضو اتحاد اقتصادی صادر می شوند. چرا چنین می شود؟ همتون می دانید برای آن که قرغزستان عضو اتحاد اقتصادی است، تاجیکستان نیست. وقتی که به طور قاچاق به قرغزستان از تاجیکستان میوه خشک را وارد می کنند، به طور قاچاق بدون باج گمرکی وارد می کنند و بدون ثبت، از قرغزستان مال تاجیکستانی که به قرغزستان به طور قاچاق وارد شده است، انکنون راه باقی مانده همچون مال قرغزستان می رود بدون باج گمرکی. اگر به روسیه رود هم از قزاقستان هم از روسیه بدون باج گمرکی گذشته می رود و این حتما به نرخ مال تاثیر می کند. انکنون بسته شدن راه قاچاق صاحبکاران را مجبور به صادرات قانونی می کند. این به بودجه تاجیکستان حتما یک درآمد معینی می بیارد، اما قدرت رقابت پذیری مال را پایین می کند. چرا؟ در صورت صادرات رسمی از تاجیکستان صاحبکاران مجبورند باج گمرکی و اندازه بیشتری سپارند که در نتیجه قیمت مال را بالا میبرد. گفتم تون بالاروی نرخ نه تنها خریداران را کمتر میکند، بلکه رقابت پذیری با مالهای کشورهای دیگر از جمله ازبکستان را خیلی کمتر نموده در عموم به حجم صادرات تأثیری منفی میرساند. در حالی که تاجیکستان با بالاروی قیمت بنزین دست و پنجه نرم میکند، رسانه های قزاقستان از قطع فعالیت یکی از بزرگترین کارخانه های استحصال گاز مایع در این کشور خبر میدهند. اگر خطا نکنم اتیراو بود. این کشور میتواند صادرات گاز مایع را محدود نماید و آن حتما به قیمت گاز مایع در تاجیکستان که 90% آن را از قزاقستان وارد میکند تاثیر میرساند. بعید نیست به زودی شاهدی بالاروی قیمت گاز در حجم 15-20% یا حتی بیشتر از آن شویم. اینجا تماشابینان عزیز تخمین زده می شود یک مصلحت پیشکی بین کشورهای عضو اتحاد اقتصادی شاید وجود داشته باشد. به فکرم پی بردید که تماشابینان عزیز چی گفتن می خواهم. اقدامات مقامات قرغزستان یگانه مشکلی جاری تاجیکستان نیست. روسیه که پروازهای
مستقیم به بیشتری کشورهای آسیای میانه را برقرار کرده است، در کشادن سرحدهایش بر روی تاجیکان شتاب نمی کند. به همه کشورهای گرد اطراف، به کشورهای آسیای میانه روسیه اجازه داده است برای پرواز، به تاجیکستان نه. یادتان باشد یا اگر از رسانه ها خوانده باشید، قبلا گزارش شده بود که حکومت روسیه در پی درخواست قاهر رسولزاده، نخست وزیر تاجیکستان، برای آغاز پروازها تصمیم گرفته است یک هیئت کارشناسان روسپوتربنادزور را تاجیکستان بفرستاند. متخصصان روسپوتربنادزور وضعیت اپیدمیولوژی در تاجیکستان را بهاگذاری کرده در مورد شروع پروازها و بازگشایی سرحدها اظهار نظر کنند. ببینید، از این تصمیم رسای 1 ماه گذشته است، اما هنوز دقیق نشده است که کی نمایندگان روسیه به تاجیکستان می آیند. حالا نآمده اند. اکنون اینجا باید یک چیز دیگر را تماشابینان عزیز قید کنم. چرا به کشورهای همسایه تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان روسیه اجازت داد برای پرواز؟ به این کشورها هیچ کس نآمده است برای سنجش که در اینجا کرونا ویروس باقی مانده است یا نمانده است. حالان که این کشورها، نه قرقیزستان نه ازبکستان، دعوای این را نکردند که در کشور ما کرونا ویروس نیست، کرونا ویروس از ما گریخت رفت. این کشورها تا به حال گزارش داده ایستادند که کرونا ویروس تا به حال وجود دارد، مردم گرفتار شده ایستاده است. اما در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان حالا قریب 2 ماه است که یگان نفر به کرونا ویروس گرفتار نشده است. قریب 2 ماه می شود. طبق آمار رسمی یگان نفر به کرونا ویروس گرفتار نشده است. اما در همین حال این بیچاره حکومت تاجیکستان برادر بزرگش روسیه را باور کنانیده نتوانسته است که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. باید یک گروه مخصوصی روسپوتربنادزور بیایند اول بسنجند که در حقیقت آیا در تاجیکستان کرونا ویروس هست یا نیست. این چی را نشان میدهد؟ این آن را نشان میدهد که این برادری بزرگ روس ها میدانند که حکومت تاجیکستان با رهبریتش 40 دروغ های زیاده دارند. آمارهایشان دروغ است. ببینید، این خیلی مسئله شرمنده آور است. اما پوست این مقامداران ما از پوست خر غفص است. همین را با رسانه‌ای کردند. 2 کشور همسایه این گونه حالت نشده است. الکی اجازه گرفته است برای پروازها، تاجیکستان نه. برخی از کارشناسان به این نظرند که روسیه از فرصت به دست آمده برای فشار بالای تاجیکستان استفاده میکند تا وادار به ورود به اتحاد اقتصادی کند. فهمیده ایستادید؟ گپ در کجا؟ اگر قبلا روسیه برای فشار به تاجیکستان از اصولهای تندتر چون اخراج مهاجران، دیپارتاسیه یا منع واردات مالها استفاده میکرد، حالا تنها به تأخیرگذاری بازگشایی سرحدها و از سرگیری پروازها ماهانه صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان ضرر می آورد. با وضع بحرانی که تاجیکستان در حال حاضر دارد، در گمان است که مدت زیاد به این فشارها تاب آورده تواند. از طرف دیگر تأخیر در بازگشایی سرحدها می تواند به آن آورده رساند که جای کاری صدها هزار مهاجر تاجیک
به دست مهاجران کشورهای دیگر گذرد و حتی بعد کشاده شدن سرحدها نیز مهاجران تاجیک را به مشکلی پیدا نمودن جای کار روبرو سازد. سال گذشته طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه انتقال مبلغ‌ها از روسیه به تاجیکستان 37% کمتر شده است. کارشناسان مستقل میگویند در اصل انتقال مبلغ چند برابر کمتر شده، زیرا بنابر بسته بودن راه‌ها تمام انتقال مبلغ به بانک‌ها کشیده اند. وارد نشدن میلیاردها دلار اقتصاد تاجیکستان را با چالش‌های بزرگ روبرو کرده است و هنوز هیچ برنامه هم برای خارج شدن از آن معرفی نشده است. تماشابینان گرامی، همین مسئله را کارشناس مسائل اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف در صفحه فیسبوکیش خیلی عجیب شرح داده است. حالا میخواهم در آخر همین گفته عبدالمنان شیرعلیف را برایتان یادآور شوم. عبدالمنان شیرعلیف میگوید کرونا ویروس اگر از یک طرف اقتصاد تاجیکستان را به زانو درآورد، از طرف دیگر آن را از چالش‌های کوتاه مدت حفظ کرد. یاری‌های بشردوستانه صدها میلیون دلاری و ذخیره‌های مردم اقتصاد ضعیف و وابسته از پول مهاجران تاجیکستان را از شکستن و ریختن کامل حفظ کردند. یعنی ما هنوز عاقبت‌های بحرانی به وجود آمده از تاثیر کرونا ویروس در کشور را احساس نکرده ایم. نتیجه این بحران شاید سال جاری یا حتی سال آینده به پررگی معلوم گردد، زمانی که کمک‌ها بنابر نابودی ویروس یا کمتر شدن امکانیت‌های دانورها به سطح پیشتر برگردند. انتقال مبلغ مهاجران باشد حداقل چند سال دیگر به سطح قبل از بحرانی رسیدن نمی‌تواند. حتی اگر این بهار مهاجران به روسیه برگشتند، نه حجم کار و نه نرخ آن مثل پیشتر نخواهد بود. آن وقت اقتصاد کشور کمبود جدی از آرو سرمایه و حجم بحرانی به وجود آمده از کرونا ویروس را احساس خواهد کرد. اما اگر روسیه این بهار هم درهایش را برای مهاجر باز نکند چی؟ به نظر می رسد تاجیکستان در کوتاه مدت گزینه دیگری جز وارد شدن به اتحاد اقتصادی ندارد. اما تجربه اعضای این اتحاد نشان می دهد ضررشان از نفعشان بیشتر بوده است. تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. یکایک شما را به پناه خداوند کریم منان میسپارم. برنامه‌های ما را پیگیری کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net